در هر سال تعداد زیادی از مراجعه کننده های من میپرسن چه رشته‌ای رو انتخاب بکنیم یا چه کاری رو ادامه بدیم تا پولدار بشیم. و همشون میگم فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما به اون رشته یا کار باید علاقه داشته باشی. اگه اهل درسی، سعی کن مدارک بالای تحصیلی رو بگیری. اگه اهل کاری، سعی کن توی اون حرفه‌ای بشی. اما برای پولدار شدن علاوه بر این باید توانایی‌های دیگه‌ای هم داشته باشی. بتونی اضطرابت رو کاهش بدی، اعتماد به نفست رو افزایش بدی، بتونی در محیط کار خشمت رو مدیریت کنی، روابط عمومی مناسب با مشتریت، با همکارت یا با رئیست داشته باشی. توانایی حل مسائل و مشکلات محیط کارت رو باید داشته باشی. اگه نیاز نوآوری انجام بدی، بتونی منابع اقتصادیت رو به نحو مطلوب مدیریت بکنی، یا راه‌های ایجاد رضایت شغلی در خودت و دیگران رو باید بلد باشی. اگه نیاز بود بتونی ریسک‌های حساب شده انجام بدی و 10 مورد دیگه که وقتی اینها کنار هم دیگه جمع بشن شما رو تبدیل میکنن به یک آدم پولساز. من سعی میکنم در پست بعدی یکی از این موارد رو دقیق‌تر و جزئی‌تر با هم بررسی بکنیم.